داشت تو این فیلم یوسف هم مدل موهای جالبی هست. به نظرت من اگه تو این فیلم یه نقشی بازی میکردم کدوم نقش مناسب من بود بهم میومد؟ یارو کچل توپله بود، مسئول اداری مالی آمن هتل. خیلی شبیشی. بابا آخه من کجام چاق و کچل و در بوداغونه بابا، قشنگ فکر کن دیگه. یار غار یوسف چی؟ این عروس. اگه ریدم تو اون مغزت. آخه من کجام شبیه اون این عروس بی ناموسه. قشنگ دقت کن چهره رو بنگر. نکنه منظورت بابا بیخیال شد. تو اگه اون نقشو داشتی خدایی میتونستی دست رد به سینه زلیخا بزنی انصافا. بابا دمت گرم دیگه، ولی انصافا نه، نمیشد دست رد پیسه. بابا 12 سال برم تو زندان، ولی خب چه میشه کرد دیگه، مجبور بودم بهش بگم نه دیگه، ولی خب بازم شرایط سخته. تو باید بری ترکیه فیلم های جیم تیوی بازی کنی بابا. آقا پشتبنده ای مثل این که میخوان پایتخت رو نشون بدن، به نظر کدوم یکی واسه من جوابه؟ حاج نقی معمولی. نقی نه بابا، حال نمیده این هما یه جوری تو باسن نروی، ازش خوشم نمیاد. خوشتیپ به سینمای ایران ارسطو عامل. اون ارسطو هم که هیچ، مادام العمر سینگله. نه آقا واسه همون پنجلی معمولی خوبه، هیچ کس هم نداشته باشه، تهش هم به خاطر غذا خوردن تو گلوت گیر میکنه، میزنن تو رو مثل سگ میکشن، تهش فقط تو یه خاصیتی داری که اعضای بدن تو بین اون اهدا میکنه، خاصیت دیگه که نداری، چه تو فیلم چه تو این ور اون ور. بابا ول کن اصلا، از تو چرا باید نظر بپرسم؟ ولش کن بابا. آقا یه چیزی به ذهنم رسید، تایتانیک، جک، روز. آره انصافا خیلی شبیشه. بلکن بابا، قیافه شبیه دزدان دریای کارایی بمیگه میخوام جک بشم. بابا من که میدونم مثل سگ داری به من حسودی میکنی. خدافظ. کجا داری میری؟ واسه موهاتو درست کنی ها. بدبخت.